سلام، به کانال راز نهفته خوش اومدید. ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. دستور ثروت و رسیدن به آرزوها و خواسته ها از آیت الله حسن علی نخودکی. آیت الله نخودکی میگن این دستور از کیمیا هم بالاتره، یعنی خیلی قدرتمنده. دستور به این شکل بعد از نمازهای واجب یک بار آیت الکرسی رو تا هو العلی العظیم میخونیم و بعد از اون تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میگیم و بعد از اون 3 بار سوره توحید قل هو الله احد رو میخونیم و بعد از اون 3 بار صلوات میفرستیم و آیه 2 و 3 سوره طلاق رو هم 3 بار میخونیم. آخر بارم 3 بار صلوات میفرستیم. آیه 2 و 3 سوره طلاق رو با هم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد و هر کس بر خداوند توکل کند، خداوند کفایت امرش را می کند. خداوند فرمان خود را به انجام می رساند و خدا برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده است. انشاءالله با توکل به خداوند به همه حاجات و آرزوهاتون برسید. موفق و پیروز باشید.